ترندهای زیبایی 2026 آیا واقعا ارزششو دارن؟ از نظر یک پزشک. سلام، به کانال یوتیوب دکتر ام خوش اومدید. من دکتر میترا هستم. اینجا میخوام بهتون کمک کنم که عاقلانه تر تصمیم بگیرین. خب بریم ببینیم که ترندهای جدید امسال کدومشون ارزش دارن، کدومشون ارزش ندارن. یه نکته خیلی مهم، اگه فکر میکنید که ترندهای امسال فیلرهای مختلف، بوتاکس، اوورفیلینگ یا ماشین جدیده، کاملا در اشتباهی. به خاطر اینکه امسال ترندهای زیبایی به سمت نچرال بودن داره پیش میره. یعنی هر چقدر شما نچرال تر باشی، تزریقات نامحسوس داشته باشی، زیباتری. این به این معنی نیستش که کلا تزریقات نداشته باشیم، ولی ترند امسال قرار اون تزریقات اوورفیل و پیلوفیس رو به طور کامل کنار بزنه و به سمت چهره‌های طبیعی و زیبا بره. خب اولیش که خیلی هم بحثش داغه و من به شخصه خیلی طرفدارشم، اینه که از ترند زیبایی امسال اینه که از ناخن‌های ژلیش و لاک زده همیشه به سمت ناخن‌های طبیعی حرکت کردیم و این خیلی خوبه. من واقعا از این قضیه راضی هستم چون لاک زدن خیلی برام سخته. خب ولی یه نکته مهمه اینه که لاک نمیزنین ولی ناخن‌های سالم و ترتمیز داشته باشین. این یعنی چی؟ یعنی اینکه شما به سمت ترندی میرید که نچرال و سالم باشه، یعنی نسخه بهتری از خودتون رو قرار امسال ارائه کنید. نکته مهمی که توی این ترند بیشتر از همه به چشم میخوره اینه که اگه شما میخوای زیبا و نچرال باشی، اولین نکته‌ای که خیلی توی زیبایی صورت شما مهمه و به چشم میاد پوست صافه. پس پوست صاف یعنی بیسیک خوب، اولین نکته توی ترندهای امساله. پوست خوب و زیبا اولین نکته توی ترندهای امساله. پس اول از همه باید با مراقبت‌های پوستی توی خونه و روتین‌های پوستی شروع کنیم. اگه دقت کرده باشید توی اینستاگرام روتین‌های پوستی از استفاده 10 محصول با هم دیگه به سمت استفاده از محصولات بیسیک و روتین‌های ساده داره میره که این خیلی قشنگتر و موثرتره. نکته مهم دیگه در مورد مراقبت‌های پوستی توی کلینیکه. یعنی که شما اول از همه باید اون روتین پوستی توی خونه رو داشته باشید. برای اضافه کردن این مراقبت ها میتونید یک سری تزریقات رو توی کلینیک انجام بدید. یکی از مهمترین تزریقاتی که امسال ترنده و خیلی پر اهمیته، استفاده از فیشال های مؤثر، نه صرفاً پاکسازی های عمیق، همراه با اسکین بوستر هاست. اسکین بوستر ها باعث هایدریشن پوست یعنی آبرسانی پوست و شادابی پوست میشن و این پوست گلاسی اسکین یا پوست شیشه‌ای که امسال ترند شده از اسکین بوستر ها میاد. یعنی اسکین بوستر ها یک شادابی به پوست شما میده که حتی با یک ضد آفتاب معمولی زیبا و درخشان به نظر میاد. نکته مهم دیگه در مورد کسایی هستش که حجم از دست رفته داشتن. یه ویدیو توی اینستاگرام جدیدن شیر کردم در مورد مانجارو. خب کسایی که یک دفعه یک کاهش حجم شدید دارن، مقدار زیادی چربی توی صورتشون از دست میدن. درسته که ما میخوایم طبیعی باشیم ولی با تزریقات مؤثر به اندازه و به جا میتونیم تغییرات زیبا و کاملا نچرال برای این افراد داشته باشیم. اگه همچنان مثلا خط خندهتون داره اذیتتون میکنه، افتادگی گونه اذیت میکنه، میتونید تزریق انجام بدید و همچنان روی ترند سال راه برین. چجوری؟ اینکه تزریق ها به اندازه باشه و اوورفیل نباشه. یه نکته مهم و خوب توی تزریقات امسال اینه که دیگه شما نیاز ندارین که خودتون رو تغییر بدین و شبیه سلبریتی ها کنید. همیشه این مشکل وجود داشتش که مثلا مریض می اومد میگفتش که من دماغ بلاحدید رو میخوام. البته حالا دماغ که چیز نمیشه، تو هیته زیبایی من نمیشه. نمیدونم لب حیفا رو میخوام، زاویه فک اونو میخوام. این گزینه ها همه رفت کنار. بای بای. اگه بخوام ترند امسال رو توی یک جمله خلاصه کنم اینه که از سمت بیشتر انجام بده به سمت هوشمندانه انجام بده داره پیش میره. اگه قبلا درمان زیبایی به این بودش که یه کاری کنیم که همه متوجه بشن، الان به این سمت میره که یه کاری کنیم که کسی متوجه نشه ولی همچنان خوشگل به نظر بیاد.
و در نهایت اگر از من بپرسی که ترند امسال وقتی که سال دیگه عوض بشه همچنان دوست داری بهش پایبند بمونی، میگم 100% بله. اگه دوست داری بازم در مورد این موضوع جذاب بدونی، یادت نره که کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنی